با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و همیهنان گرامی. خیلی ممنونم از آقای علیپور که کمک کرد و اطلاعات لازم رو به سمع و نظر شما رسوند. اتلتیکو مادرید بارسلونا در خط اول حمله قرار گرفته. سوارز یه فرار، فرصت برای خودش میسازه، موقعیت داره، ببینیم چه میکنه، توی دروازه هم جا میده توپو. لوئیس سوارز یه حرکت عالی در مقابل هموطنش دیگو گودین و معدود طرفداران بارسلون در وینسنت کالدرون به وجد میان. جوندار از راکیتیچ توپ رو رسون به سوارز. نگاه کنید در کورس هم با گودین همراه بود اما نتونست به او برسه هموطنش. دیگو گودین مدافع آخر تیم ملی اوروگوئه و تیم اتلتیکو مادرید در مقابل مهاجم نوک تیم ملی اوروگوئه و باشگاه بارسلونا ناکام میشه. یه گل زیبا میزنه تیم منسیتی توی لندن هم از بازی. وست هم 0 منچستر سیتی 3 و بارسا هم حالا فرصت برای گل دومش. یه بار دیگه حرکت از بازیکن بارسلونا، فرصت برای گل دوم. موقعیت واقعا از خودگذشتگی سوارز عجیب بود. نوک حمله تیم بارسلونا است. مسی، راکیتیچ، مسی از راه دور، گل، سوپر گل، شاهکار گل، یه گل فوق‌العاده از مسی. سکوت، نگاه کنید جایگاه تماشاچی مادریدی، هیچ کی تکون نمیخوره. تو اون جایی که فقط 200-300 تا بارسلونایی هستن قوقایی بپاست. راکیتیچ برمیگردونه به مسی شوت میزنه. واقعا یه شعاری بود قبلا تو استادیوم میدن این شوت نبود RPG 7 بود. واقعا همونه. بعد جوری میزنه لیونل مسی، نگاه کنید هیچ چی جلودارش نیست، حتی تیر دروازه و توپ توی دروازه جا میگیره. با اشتباه همین کار کرد. دوباره برای اتلتیکو یه فرصت، یه ضربه از راه دور، موقعیتی برای کوکه. کافی اتلتیکو یه گل بزنه. اون جو مهیج ورزشگاه دوباره به نفع اونها خواهد شد. این شوت از کوکه. فیلیپ لوئیس دوباره کاراسکو، کاملا منطقه چپ در اختیار اوست. گابی میره جلو، فرصت هست، فرصت حالا برای تیم اتلتیکو مادرید. دی بروینه، سیلوا، خسوس و حالا یحیی توره که 4 گل سیتی رو زدن. از این ور هم ماسکرانو فرصت داره برای گل زدن. ماسکرانو اگه گل بزنه اولین گل تاریخشه در تیم بارسلونا که میزنه. ضربه رو خواهد زد. دنیس سوارز میره اون وسط جا میگیره. توپ دروازه، گودین به دروازه، فرصت، گل برای تیم اتلتیکو مادرید و گریزمان میزنه. گریزمان که رو فرم باشه اتلتیکو رو فرمه، میزنه بالاخره. گریزمان دروازه رو باز میکنه. نگاه کنید چشمای باز، ضربه سر خوب روی سر گریزمان و حالا دوباره ورزشگاه وینسنت کالدرون بلند میشه و فریاد میزنه. سیلسن هیچ کاری نمیکنه و پیکه هم فقط تماشا میکنه. پشت سرش هم دیدید که هیچ اتفاقی نیفتاد. یه ضربه محکم و حالا شوت عالی آندرو گومز. باز هم لوئیس برمیگردونه. کوکه، لوئیس فرصت داره اتلتیکو برای گل مساوی، فرصت برای این تیم و ضربه ای که گریزمان میتونست به گل تبدیل بکنه. حالا کوکه یه بار دیگه میفرسته، پیکه برمیگردونه. ببینیم چی میشه. پیش بینی کنید گل یا نه. مسی میزنه، یه ضربه به طاق دروازه میخوره، برمیگرده. دروازه‌بان هم مقصر بود و مؤثر بود در بازگشتاندن توپ. اصلا کلا دروازه‌بان برمیگردونه توپو. عالی کار کرد. از زیر طاق دروازه توپو بیرون میکشه با کمک تیر دروازه. و این روزها هم خوب بازی میکرد برای بارسلونا اما بها شرط روحی روانی داره دیگه. فرصت برای بارسلونا، فرصت برای نیمار. 80 دقیقه گذشت.
2-1 چه اشتباهی میکنن. فرصت برای مادرید. ببینیم با این توپ گریزمان موقعیت برای گل مساوی، ضربه رو میزنه و به بیرون میره توپی که اخراج هر بازیکن تو این بازی او رو از بازی برگشت محروم خواهد کرد. یه اشتباه، فرصت برای اتلتیکو مادرید. ببینیم چه کار میکنن. باد آورده رو باد میبره و نتونست تورس گل بزنه. این توپ باد آورده رو سال هاست با هم بازی میکنن. یه بار دیگه خوان فران، هر لحظه ممکنه اتلتیکو به گل برسه. داور نذاشت اینجا این اتفاق بیفته. حالا ضربه محکم، سیلسن داره بد کار میکنه. سیلسن 61% توپای بارسلونا در مقابل 50. یه فرصت برای تیم اتلتیکو و باز هم گریزمان، پاسایی که از دست رفته بود اونجا آمارش رو دیدید. فقط 30 ثانیه تا پایان 90 دقیقه وقت داریم. فیلیپ لوئیز، دوباره گایتان، لوئیز، موقعیت خطرناک برای مادرید. سیلسن برمیگردونه. یه فرصت دیگه. فکر میکنم 7مین کارت زرد فصل ماسکرانو بود. یه فرصت برای اتلتیکو، ضربه سر دیگو گودی.